به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوبی ما اسلامکست. سلام بر شما و همه عزیزانی که ما رو تماشا می کنن. امروز در خدمتتون هستیم تا سفری داشته باشیم به زندگی و آثار یکی از چهره‌های بسیار برجسته و تاثیرگذار در جهان اسلام، به خصوص در علم حدیث. بله، صحبت از امام ابو عیسی محمد ابن عیسی الترمذی هست. شخصیتی که نامش با یکی از مهمترین کتب حدیثی اهل سنت گره خورده. دقیقاً. میخوایم یه کاوش عمیق‌تر داشته باشیم. ببینیم ایشون کی بودن، کجا زندگی کردن، چی کار کردن و چرا انقدر مهم شدن. خب از کجا شروع کنیم؟ شاید بهتر باشه از اول بسم الله، یعنی نام و نسب و تولد ایشون. فکر خوبیه. اسم کامل ایشون همونطور که گفتید محمد ابن عیسی ابن سوره ابن موسی ابن دهاک اسلمی الضریر البوقی ترمذی هست. چه اسم طولانی و با جزئیاتی. بله، نسب کاملشون این هست. کنیه‌شون هم ابو عیسی بود که خیلی با این کنیه شناخته میشن. جالبه که در مورد همین کنیه ابو عیسی هم گویا بحث‌هایی بوده در تاریخ، درسته؟ بله، بعضیا به استناد روایتی داشتن کنیه ابو عیسی رو مکروه دونستن، اما خب علمای بزرگ زیادی به این مسئله پاسخ دادن. چه پاسخهایی مثلا؟ مهمترینش اینه که اون روایتی که در منع این کنیه اومده از نظر سندی خیلی قوی نیست و مرفوع، یعنی مستند به پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست. در واقع منع صریحی در این زمینه وجود نداره. پس یعنی مشکلی نداره. دقیقاً. حتی شواهدی هم هست که نشون میده اشکالی نداره. مثلا برای صحابی بزرگ حضرت مغیره بن شعبه نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خودشون این کنیه رو براشون انتخاب کردن یا حداقل تایید کردن. پس با این وجود دیگه نمیشه گفت مکروهه. خیلی جالب بود این نکته. حالا بریم سراغ ولادتشون. ایشون در حدود سال 209 هجری قمری، یعنی اوایل قرن سوم هجری به دنیا اومدن. محل تولدشون شهر ترمز بوده. این شهر کنار رود جیهون، آموداریا، در منطقه خراسان بزرگ اون زمان واقع شده. البته بعضیا گفتن در روستای بوق که نزدیک ترمز بوده به دنیا اومدن. برای همین بهشون البوقی هم میگن گاهی. پس هم ترمزی هستن هم بوقی. نسبشون هم گفتید از سلمی بود، یعنی از قبیله بنی سلیم بودن؟ بله، اینطور گفته شده که نسبشون به قبیله عربی بنی سلیم میرسه. البته پدر بزرگشون اهل مروا بودن که بعداً به ترمز مهاجرت کردن. پس یه پیشینه مروزی هم دارن. خب، پس ایشون در یک منطقه مهم علمی و فرهنگی اون زمان، یعنی خراسان بزرگ، به دنیا میان. حالا بریم سراغ دوران تحصیل و طلب علمشون. مشخصه که برای رسیدن به اون جایگاه زحمت زیادی کشیدن. قطعاً همینطوره. امام ترمذی برای یادگیری حدیث سفرهای علمی زیادی داشتن. این رسم محدثین اون دوره بود. ایشون به شهرهای مختلف خراسان، عراق و به ویژه حجاز، مکه و مدینه سفر کردند. و حتما از اساتید بزرگی هم بهره بردن. بله، اساتید بسیار برجسته‌ای داشتن. مهمترین استادشون که خیلی هم تحت تأثیرشون بودن، امام بخاری صاحب صحیح بخاری بودن. عجب، یعنی شاگرد مستقیم امام بخاری بودن؟ بله، رابطه خیلی نزدیکی با هم داشتن. از امام بخاری نه فقط حدیث، بلکه فقه الحدیث، تاریخ رجال و به خصوص علل الحدیث رو یاد گرفتن. علل الحدیث؟ میشه یکم بیشتر توضیح بدید این یعنی چی؟ چون خیلی تخصصی به نظر میاد. حتماً. علل جمع علت هست. در علم حدیث علت یعنی یک ایراد یا ضعف بسیار پنهان و نامحسوس در سند یا متن حدیث که فقط متخصصان خیلی خبره میتونن تشخیص بدن. این علتها میتونه اعتبار حدیث رو زیر سوال ببره. پس شناخت این علتها خیلی مهارت بالایی میخواد. دقیقاً. و امام ترمذی در این زمینه از امام بخاری خیلی آموختن و خودشونم بعداً در کتابشون به این مباحث پرداختن. غیر از امام بخاری، از امام مسلم صاحب صحیح مسلم، ابو داوود سجستانی صاحب سنن ابو داوود، اسحاق بن راهویه، قتیبه بن سعید و بسیاری دیگه از بزرگان حدیث اون دوره هم علم آموختن. چه مجموعه‌ای از اساتید طراز اول!
این نشون میده که ایشون واقعاً بنیه علمی قوی پیدا کردن. اون رابطه با امام بخاری خیلی جالبه. شنیدم یه نقلی هم هست که امام بخاری به ایشون یه حرف خاصی زدن. بله، اون نقل خیلی معروفه و نشون دهنده جایگاه علمی بالای امام ترمذیه. نقل شده که امام بخاری به ایشون گفتن انتفعت بک اکثر ممن تفعت بی، یعنی من از تو بیشتر بهره بردم تا تو از من. ببینید این میتونه معانی مختلفی داشته باشه. شاید منظور امام بخاری این بوده که سوالات دقیق، مباحثات علمی یا شاید روش دسته‌بندی و تحلیل امام ترمذی برای خودشون هم مفید و الهام بخش بوده. این صرفاً یه تعارف نبوده به احتمال زیاد، بلکه یه گواهی بر استعداد و عمق علمی ترمذی بوده، حتی در برابر استاد بزرگی مثل بخاری. خب حالا که صحبت از استعداد شد، اون داستان حافظه قوی ایشون هم خیلی مشهوره، درسته؟ بله، داستان خیلی جالبی درباره قدرت حافظه ایشون نقل شده. میگن در یکی از سفرها به سمت مکه با یکی از محدثین همراه بودن. امام ترمذی 2 جزوه حدیثی از اون محدث امانت گرفته بودن که مطالعه کنن. بعد از مدتی اون محدث جزوه ها رو پس میگیره. خب امام ترمذی که ظاهراً هنوز فرصت نکرده بود کامل بخونه یا مرور کنه ناراحت میشه. بعداً توی راه که بودن اون محدث از امام ترمذی میپرسه که آیا جزوه ها رو نگاه کرده؟ امام ترمذی میگن بله و آمادن که از حفظ بخونن. امام ترمذی شروع میکنه از اول تا آخر احادیث اون 2 جزوه رو دقیقاً از حفظ میخونه. اون محدث باورش نمیشه. میگه من از قبل تو رو امتحان کردم. آیا واقعاً حفظ کرده بودی؟ امام ترمذی جواب میدن که بله، توی راه 1 بار نگاه کرده بودم و همون برام کافی بود تا حفظ بشم. این واقعا نشون دهنده یه استعداد خدادادی و البته پشتکار زیاده. قطعاً این حافظه قوی یکی از ابزارهای مهم برای محدثین بوده و امام ترمذی در این زمینه سرآمد بودن. خب یه موضوع دیگه که درباره امام ترمذی مطرح میشه بحث نابینایی ایشونه. بعضی جاها بهشون ضریر هم گفتن که یعنی نابینا. این قضیه چطور بوده؟ بله، در مورد نابینایی ایشون 2 تا روایت اصلی وجود داره. یک قول اینه که ایشون مادرزاد نابینا بودن. یعنی از اول عمرشون؟ بله. اما قول قوی‌تر و مشهورتر اینه که ایشون در اواخر عمرشون نابینا شدن. علتش چی بوده؟ در این مورد هم 2 تا دلیل ذکر شده. یکی این که به خاطر مطالعه و نوشتن بسیار زیاد و خستگی چشم بیناییشون رو از دست دادن. و دلیل دوم که خیلی هم نقل میشه و بعد معنوی شخصیت ایشون رو نشون میده اینه که از کثرت گریه از خوف خداوند نابینا شدن. گریه از خوف خدا؟ بله. حاکم نیشابوری یکی از علمای بزرگ نقل میکنه که امام ترمذی به خاطر بکا و گریه شدید از خشیت الهی نابینا شدن. میگه ایشون سالها به این حال بودن. سبحان الله. این خیلی تکان دهنده است و نشون میده ایشون فقط یه عالم و دانشمند نبودن، بلکه بعد عرفانی و معنوی قوی هم داشتن. دقیقاً این جنبه زهد، تقوا و خداترسی ایشون خیلی برجسته بوده. حاکم نیشابوری جمله خیلی مهم دیگه هم داره. میگه من از پدرم شنیدم که میگفت وقتی امام بخاری از دنیا رفت در کل خراسان کسی در علم، حفظ، ورع یعنی تقوای دقیق و پرهیز از شبهات و زهد مثل ابو عیسی ترمذی نبود. یعنی بعد از بخاری ایشون نفر اول خراسان بودن از همه نظر. بله. این شهادت حاکم نیشابوری که خودشون از بزرگان علم رجال و حدیث هستن جایگاه والای امام ترمذی رو کاملا مشخص میکنه. خب با این اوصاف بریم سراغ مهمترین بخش ماجرا، یعنی آثار و کتابای ایشون که باعث ماندگاری نامشون شده. بله، مهمترین و مشهورترین اثر امام ترمذی بدون شک کتاب الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلی الله علیه و سلم و معرفت الصحیح و المعلول و ما علیه العمل هست که معمولاً به اختصار بهش میگن جامع الترمذی یا سنن الترمذی. این همون کتابیه که جزو صحاح سته یا کتب شیشگانه اصلی حدیث اهل سنت به حساب میاد. دقیقاً. جامع ترمذی یکی از این 6 کتاب بسیار معتبره در کنار صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داوود، سنن نسائی و سنن ابن ماجه. چی باعث شده این کتاب اینقدر مهم بشه؟ یعنی
چه ویژگی خاصی داره نسبت به بقیه کتب حدیث؟ جامع ترمذی چند تا ویژگی منحصر به فرد داره که اون رو ممتاز میکنه. اولاً امام ترمذی فقط به نقل حدیث بسنده نمیکنه. ایشون بعد از نقل هر حدیث معمولاً درباره وضعیت سندش توضیح میده. یعنی میگه حدیث صحیحه یا ضعیفه؟ بله، و مهمتر این که ایشون از اصطلاحات دقیقی استفاده میکنه. مثلا میگه حدیثون حسنون صحیح یا حدیثون حسنون غریب یا فقط حدیثون حسن. اصطلاح حسن برای حدیثی که درجه اعتبارش بین صحیح و ضعیفه توسط امام ترمذی خیلی ترویج و تثبیت شد. ایشون اولین کسی بودن که این اصطلاح رو به این شکل گسترده به کار بردن. آها، پس این درجه بندی احادیث یکی از نوآوری‌های ایشون بوده؟ میشه گفت یکی از کارهای برجسته ایشون در این کتابه. دومین ویژگی مهم اینه که ایشون بعد از ذکر حدیث معمولاً نظرات فقهای صحابه، تابعین و ائمه مذاهب مثل ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راهویه و غیره رو درباره اون حدیث و مسئله فقهی مرتبط باهاش ذکر میکنه. یعنی کتابشون فقط حدیث نیست، بلکه یه جورایی فقه مقارن هم هست؟ دقیقاً. نشون میده که فقها با این حدیث چطور برخورد کردن و چه استنباطی داشتن. این باعث میشه کتابش خیلی کاربردی‌تر بشه برای کسی که میخواد حکم شرعی رو بفهمه. چه روش جامعی؟ بله. و سومین ویژگی همونطور که قبلا اشاره کردیم توجه ایشون به علل الحدیث هست. اگر حدیثی علت و ایراد پنهانی داشته باشه ایشون گاهی بهش اشاره میکنن. این نشون دهنده دقت و تخصص بالای ایشون در نقد حدیثه. پس جامع ترمذی فقط یه مجموعه حدیث نیست، بلکه یه اثر تحلیلی و انتقادی هم هست در نوع خودش. کاملاً. به خاطر همین ویژگی هاست که جامع ترمذی انقدر مورد توجه علما قرار گرفته و یکی از ارکان اصلی مطالعات حدیثی و فقهی شده. بسیار عالی. خب، غیر از جامع اثر مهم دیگه‌ای هم دارن ایشون؟ بله. کتاب بسیار مهم و محبوب دیگه‌ای دارن به نام الشمائل النبویة و الخصائل المصطفویة که به شمائل الترمذی یا شمائل محمدیه مشهوره. موضوع این کتاب چیه؟ از اسمش مشخصه که درباره پیامبره. بله. این کتاب به طور خاص به جمع‌آوری احادیث و روایاتی میپردازه که ویژگی‌های ظاهری، شکل و قیافه و خصوصیات اخلاقی و رفتاری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رو توصیف میکنه. چه جالب! یعنی جزئیات ظاهر و رفتار پیامبر؟ دقیقاً. مثلا درباره قد و قامت، رنگ پوست، موی سر و صورت، نحوه لباس پوشیدن، راه رفتن، صحبت کردن، غذا خوردن، خوابیدن، عبادت کردن، شوخ طبعی، مهربانی، شجاعت و همه جنبه‌های زندگی شخصی و اخلاقی پیامبر صلی الله علیه و سلم احادیثی رو جمع‌آوری کرده. این کتاب باید خیلی خوندنی و تاثیرگذار باشه. آدم حس نزدیکی بیشتری به پیامبر پیدا میکنه. قطعاً. شمایل ترمذی یکی از بهترین و محبوبترین منابع برای شناخت سیمای ظاهری و باطنی پیامبر اسلامه و در طول تاریخ خیلی مورد توجه و شرح و تدریس بوده. پس 2 تا شاهکار بزرگ دارن ایشون، جامع و شمایل. آیا آثار دیگه‌ای هم نوشتن؟ بله، آثار دیگه‌ای هم بهشون نسبت داده شده. مثلا کتاب العلل صغیر که معمولاً در انتهای جامع ترمذی چاپ میشه و خلاصه‌ای از مباحث علل حدیثه و کتاب العلل الکبیر که مفصل‌تره. همچنین کتاب‌هایی مثل کتاب الزهد در باب پارسایی و کتاب الاسماء و الکنیا درباره نام‌ها و کنیاهای راویان حدیث هم داشتند. پس ایشون در زمینه‌های مختلف علم حدیث قلم زدن، واقعاً پرکار بودن. حالا که از آثارشون گفتیم، بریم سراغ شاگردان و میراث علمی ایشون. کیا ازشون علم آموختن؟ شاگردان زیادی از محضر امام ترمذی بهره بردن. از جمله مهمترین راویان کتابای ایشون میشه به ابوالعباس محمد ابن احمد ابن محبوب المحبوبی المروزی اشاره کرد که جامع ترمذی رو از ایشون روایت کرده. آها، پس روایت محبوبی از جامع ترمذی معروفه. بله، و همچنین هیثم ابن کلیب شاشی که راوی کتاب شمائل ترمذی هست. البته شاگردان دیگه‌ای هم داشتن. میراث علمیشون چطور در طول تاریخ حفظ شد و علما درباره‌شون چی گفتن؟
علمای بزرگ حدیث و رجال در طول قرنها همواره امام ترمذی رو سودودن. مثلا ابن حبان بستی، یکی دیگه از محدثین بزرگ، ایشون رو جزو ائمه حدیث و افراد کاملا مورد اعتمادن ثقه دونسته. ثقه بودن خیلی مهمه در علم حدیث. بله، اساس کار هست. ابوسعد سمعانی در کتاب انساب و شمس الدین مزی در تهذیب الکمال هم ایشون رو به عنوان امامی، پیشوا، حافظ حدیث و مورد وثوق کامل معرفی کردند. در واقع اتفاق نظر وجود داره بر جایگاه رفیع علمی و وثاقت امام ترمذی. از نظر اعتقادی چطور؟ آیا گرایش خاصی داشتن؟ امام ترمذی از نظر اصول اعتقادی پیرو راه سلف صالح بودن. یعنی همون روش صحابه و تابعین و نسل‌های اولیه مسلمانان. ایشون بر اثبات صفات الهی که در قرآن و سنت اومده تأکید داشتن، بدون اینکه وارد تعویل‌های پیچیده یا تشبیه و تجسیم بشن. یعنی یه راه میانه و مبتنی بر نصوص دینی؟ دقیقاً. همچنین از بحث و جدل‌های بیهوده کلامی، به خصوص در مسائلی مثل قدر، بحث جبر و اختیار و سرنوشت، نهی می‌کردن و معتقد بودن باید به همون چیزی که در قرآن و سنت اومده اکتفا کرد. این رویکرد در کتاب جامعشون هم مشخصه. خب، رسیدیم به بخش پایانی زندگی ایشون، یعنی وفات. بله، امام ابوعیسی ترمذی بعد از یک عمر پربار در خدمت به علم حدیث و سنت نبوی، سرانجام در شب دوشنبه 13 رجب سال 279 هجری قمری دار فانی رو ودا گفتن. 279 هجری که میشه حدوداً اکتبر سال 892 میلادی. بله، ایشون در همون شهر ترمز یا طبق قول سمعانی در همون روستای بوق از دنیا رفتن. در زمان وفات حدوداً 70 سال سن داشتن. عمر با برکتی داشتن واقعاً. خب اگر بخوایم یه جنبندی نهایی داشته باشیم از این بحث مفصل، جان کلام درباره امام ترمذی چیه؟ جان کلام اینه که امام ترمذی یکی از ارکان اصلی حفظ، تدوین، نقد و تبیین حدیث نبوی بودن. ایشون با روش دقیق و منحصر به فردشون در کتاب جامع، به خصوص با تبیین درجه احادیث و ذکر آرای فقهی، خدمت بزرگی به فهم عمیق‌تر سنت کردند. و البته کتاب شمایل ایشون هم که تصویری زنده و ملموس از پیامبر ارائه میده. دقیقاً. علاوه بر اینها شخصیت ایشون به عنوان یک عالم عامل، زاهد، متقی و خداترس هم بسیار برجسته بوده و الگویی برای اهل علم و ایمان محسوب میشه. آثار گرانسنگ ایشون به ویژه جامع و شمائل همچنان بعد از قرنها منابع دست اول و بسیار ارزشمند برای همه مسلمانان و محققان هستند. بسیار عالی. فکر می‌کنم تونستیم یه تصویر نسبتاً کاملی از این شخصیت بزرگ ارائه بدیم. بله. و شاید یه سوال خوب برای تأمل بیشتر بینندگان عزیز این باشه که با توجه به رویکرد امام ترمذی که هم به سند حدیث توجه دقیق داشت و هم به اختلاف نظرهای فقهی و نحوه عمل به حدیث اهمیت میداد، ما امروز چطور میتونیم از این نگاه جامع و چند بعدی ایشون الگو بگیریم؟ سوال خیلی خوبیه. چطور میتونیم در فهم مسائل دینی امروزمون هم دقت علمی رو داشته باشیم و هم به دیدگاه‌های مختلف احترام بذاریم و یه درک عمیق‌تر و کاربردی‌تر پیدا کنیم؟ دقیقاً. این روش ترمذی میتونه راهگشای خوبی باشه برای پرهیز از سطحی نگری و جزم‌اندیشی در دنیای امروز. بسیار خوب. بینندگان عزیز، امیدواریم که از این گفتگوی مفصل درباره امام ترمذی لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. خواهش میکنیم اگر این ویدیو براتون جالب بود، حتما اون رو لایک کنید و با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بگذارید. و فراموش نکنید که کانال یوتیوب ما اسلامکست رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. اگر نظری یا سوالی هم دارید حتما در بخش کامنت ها برامون بنویسید. از اینکه وقت گذاشتید و تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید، صمیمانه سپاسگزاریم. خیلی ممنون از توجه شما. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ. خدا نگهدارتون.